با سلامی دیگر برا با بینندگانی وفاداری رادیو زودی ساعت با وقت پرگرسو 10 است و من در چند دقیقه دیگر برای شما سرخط خبرهای روز رو میگویم و البته این موضوع با علاوه خبرهای دیگری که تو شروع برنامه خبری در دست ما خواهند رسید در پخش مستقیم بعد از 3 ساعت دیگر بازم تقدیم شما خواهد شد و مطمئنم که شما چون همیشه در برنامه همراه با ما خواهید بود. نیروی برق را باز بالا میبرند و این دفعه 17%. ساکنان تاجیکستان از ماه سپتامبر باید با نرخ نفت استفاده از نیروی برق را پرداخت نمایند. این قرار در ماه گذشته از جانب حکومت کشور قبول کرده شد. در حال حاضر 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی تقریبا 20 درم معادل بیش از 2 سنت آمریکایی است. حکومت تاجیکستان در یک برنامه نجات شرکت برق تاجیک گفته بود نرخ برق تا سال 2021 هر سال 15% و سال 2022 تا 2024 هم ساله 8% بالا برده خواهد شد. ساکنان باشد از کمبود جای کار و معاش کم در کشور شکایت دارند. آنها میگویند خرج مردم از درآمدشان است و باید مقامات در بالا بردن نرخ‌ها با کشورهای پیشرفته وارد رقابت نشود. و در برنامه خبری البته به این موضوع ما توجه خواهیم کرد. افسانه تلخ و یا نه همه دامادهای خارجی شاهزاده بالای اسب سفیدند. سالهای اخیر در کشورهای مختلف از جمله در تاجیکستان هم جوان‌زن‌ها هرچی بیشتر آرزوی دامادهای خارجی را میکنند با امیدی که به مثل فیلم‌های بالیوودی زندگی با حشمت داشته باشند. ولی طور واقعیت نشان می‌دهد گاه چنین ازدواج‌ها برای جوان‌زن‌ها بدبختی می‌آورد و آنها برای شوهران خارجیشان به قول به ماشین پولکارکنی تبدیل می‌یابند و از آنها چون غلامان جنسی استفاده می شود. درباره چنین سرگذشت‌ها در برنامه امروز به شما نه تنها نقل میکنیم بلکه نمایش نیز خواهیم داد و فکر میکنم این گزارش برای شما دیدنش جالب می شود. مجلس ملی تاجیکستان از لایحه قانون درباره به رویخوادگیری اهالی جانبداری کرد که بر اساس آن سال آینده از ساکنان درباره پیروی کدام دین و مذهب بودنشان هم سوال می شود. این لایحه پس از رضایت پرزیدنت حکم عمل خواهد گرفت. در بسیاری از کشورهای جهان پرسش‌های مربوط به دین و اعتقاد وجود ندارد یا حداقل پاسخ دادن به آنها حتمی نیست. برخی از وکیلان تاجیک میگویند این گونه امور برای خود دولت که اعتقاد ساکنانش به دین را باید داند و برای سازمان بین‌المللی که میخواهند در این کشور کار کنند لازم است. در برنامه خبری یک گزارش ما مربوط به همین موضوع می شود. امروز سروزیر قزاقستان به دوشنبه میآید. سفر رسمی اسکر مامین در تاجیکستان 2 روز ادامه می‌یابد. دیروز برنامه سفری مامین را در دوشنبه معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان با همتای قزاق خود بررسی نمودند. همچنین در این ملاقات وضع کنونی و دورنمای همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه دو کشور مطرح شده است. سفر سروزیر قزاقستان به تاجیکستان در حالی است که ماه گذشته پرزیدنت تازه انتخابی آن کشور در حاشیه همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به دوشنبه آمده بود و با امام علی رحمان گفتگو داشت. یک شهروند آلمان که در قرقیزستان به دنیا آمده است با جرم شامل شدن به جدایی خواهانی شرق اوکراین شرطاً به حبس ابد محکوم شد. روز 10 ایول دادگاه شهری غربی دورتموند آلمان حکم برآورد که الکس دی 43 ساله به امنیت کشور لطمه زده است. این شخص اقرار کرد که 2 سال را با آشوبگران رو به مسکو در شرق اوکراین سپری نموده است ولی اصرار می‌ورزد که در نیروی مسلحانه اشتراک نکرده و فقط در نظارت یک شفاخانه در منطقه زیر نظارت جدایی خواهان ایفای وظیفه کرده است. او افزوده است که از همراهشوی با جدایی خواهان پشیمان شده به آلمان برگشت. ضمناً این دومین محکمه اشتراکچی نزاع در آلمان میباشد. ماه فوریه سرگئی کیسلوف که شهروند آلمان است برای شرکت در نزاع در اوکراین و پیوستن به گروه نظامی جدایی خواهان به مدت 2.5 سال از آزادی محروم شده بود. و بینندگان عزیز البته این تنها چندی از موضوعهایی هست که من برای شما گفتم و در برنامه خبری آنها را خواهیم داشت و فکر میکنم که گزارش‌های از این هم بیشتر هست و پیشنهاد شما میکنیم در برنامه خبری ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو با ما بیایید تا گزارش‌های جالب را ببینید. تا اون دم روز خوب داشته باشید.